السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله انشاءالله خوب هستین. الحمدلله. سوال من همین است که پیغمبرمون و حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی مقصد با چی کار مشغول بودن؟ از کجا پول می‌یافتن؟ حضرت عثمان هم می‌دونیم که تجارت داشت. در این دیگراش معلوم نیستن که اگه اون کار میکردن از کجا سود می‌یافتن. اما بفرمایید. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از پیغمبر شدنشون تجارت داشتند و همین گونه گوسفند هم چرانیدند. ما من نبی الا و قد رعی الغنم. یگان پیغمبری نیست که گوسفند نچرانیده باشد. ولا انت یا رسول الله، و نه شما یا رسول الله سوال کردند. گفتند که ولا انا كنت ارعاها على قراریط لاهل مکه. من در قراریط موضعی از دیار مکه كنت ارعاها على قراریط لاهل مکه، در موضع قراریط به اهل مکه گوسفندان آنها رو میچرانیم. یه معناشه. یه معنای دیگهش علی قراریط یعنی تنگه های زرد، یعنی تنگه های ناچیز و پولی ناچیز. مثلا گوسفند یه آدم میگیرید یه تنگه میدهند، گوسفند یه آدم دیگره میگیرید یه تنگه میدهند، گاو یه آدم میگیرید یه تنگه میدهند. علی قراریط لاهل مکه، به قیراط های اهل مکه، یعنی که تنگه های اهل مکه گوسفندهای آنها را میچرانیدند. و تمام پیغمبرها غیر کسب اساسیشان بچ گوسفند چرانی کردند. مثلا حضرت موسی خیاط بودند، دوزنده بودند. حضرت داود آهنگر بودند. حضرت سلیمان خیلی که به همگان معلوم است که فرزند حضرت داود شاه بودند. خیلی ملک وسیعی که در این دنیا کسی مثل ایشان داده نشده، صاحب ملک بودند. حضرت زکریا دوریدگر بودند. حضرت آدم دهقان بودند و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تاجر بودند، سودا میکردند، از دیگر کشورها بار می آوردند، بار می بردند. این تا پیغمبری. وقتی که پیغمبر شدند دیگر ترک کردند برای اینکه به وظیفه مهم مشغول شدند. حضرت ابوبکر تجارت میکردند تا زمانی خلافتشان. وقتی که خلیفه شدند، روز اولی خلیفگیشان رفتند به بازار، در دستشان یک پارچه لباس برای فروختن. به حضرت عمر دیده گفت که کجا می روی؟ گفتند بازار می روم، تجارت میکنم. گفتند که با کی به کاری مردم چی میشد؟ یعنی تو پادشاهی مسلمان ها هستی، سیاست کی پیش میبرد تو وقتی که در بازار سودا میکنی؟ گفتند که با کی ریسک تعامی خانواده مرا میدهد؟ چون که حضرت ابوبکر تمام مالشان را در راه اسلام خیر کرده بودند، حتی به درجه صفر رسیده بودند. یعنی در طول خدمت، در طول این 23 سالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را به این دین مقدس اسلام دعوت کردند، حضرت ابوبکر تمام مالشان را صرف کردند. سپس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند، این یکمین روزی خلافتشان است. یکمین روزی که به وظیفه آمدن به بازار رفتن و حضرت عمر منع کردن، گفتن که تو به بازار نرو، به سیاست مشغول شو، به عهده یعنی که خدمت مسلمان ها رو به ذمه گرفتی، مشغولی به خدمت مسلمان ها و اسلام شو و ما از بیت المال به تو 2 درهم پول جدا میکنیم. بیت المال پول دولت، بودجت دولت، یعنی که از همون 2 درهم جدا میکنیم. 2 درهم یعنی 20 سامان به یک روزه، یعنی روزی کاری 20 سامان تقریبا 2 درهم جدا میکنیم. 2 درهم 20 سامان، اگر یک نان 1 سامان باشد، یعنی 5 نفر باشند، 5 نان 5 سامانش کفایه هست، 15 سامانش با دیگر چیزها. اون زمانه ها یعنی زمانه بود که زندگی ساده بود. از سحری تا بگاهی مردم به نصف نان کار میکردند. از سحری تا بگاهی کار میکردند در صحرا. بگاهی مزد کارشان نصف نان میشد، یعنی که یه نانی که سر میشدن قامت خود را میبرداشتند. بنابراین
در حدیث هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کنتو ارعاها علی قراریط لاهل مکه، و چه تنگه های اهل مکه من گوسفند میچرانیدم، ولی که اونا قناعت داشتن. خلاصه بعد حضرت ابوبکر گفتن که چه خیلی این برای ما حلال میشد از 2 درهم از پول دولت. بعد اونا قسم خوردن 3 نفر از 10 یاران بهشتی، حضرت عمر و حضرت ابو عبیده ابن جراح امین این امت و یک شخص دیگر، 3 کس سوگند یاد کردن که همین پول برای تو حلال است. بعد حضرت ابوبکر به همون کفایتی کردن و همین گونه دیگر صحابه ها هم کسب و کار و تجارت و زمین و دهقانی داشتن. حضرت عمر رضی الله عنه چاروا داشتن، گفتن که ما یک روز مال همسایه را گرفته به صحرا می بردم، چاروای همسایه را، همسایه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته علم می آموخت و بیگاهی آمده من گوسفند و گاواش را می سپردم، او به من هر چیزی که امروز از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید گفته میداد. پگاه او مال مرا به چاروای مرا به صحرا می برد، من به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می رفتم و علم می آموختیم و بیگاهی آمده هر چیزی که امروز شنیدم به او نقل میکردم. این حدیث را امام بخاری در کتاب علم زیر باب التناوب فی العلم، باب درباره نوبت کردن در علم، یعنی به نوبت علم می آموختن. امروز کسی صحرا رفت و از علم محروم میشد، لیکن آنی که به مسجد آمد آن علمی که آمده به این شخصیت نقل میکرد. بیگاهی امروز چون این مسئله ها گذشت همین گونه علم میگفتن. بنابراین وقتی که یک حدیث را ابو هریره دانستند و عمر ندانستند، گفتند که ما را از آموختن این حدیث مشغول شدن در بازارها مشغول کرد، تجارت در بازار مشغول کرد. یعنی امروز سببی که ما این حدیث را نمیدانیم ابو هریره میداند این است که ما را تجارت در بازارها مشغول کرد. این دلالت می‌کند که اونا کار میکردن، یعنی که مهنت میکردن، تجارت میکردن، چارواداری میکردن، دهقانی میکردن، کار داشتن همشون.